سلام، صبحتون بخیر. یکم از زیبایی های مسیر برگشت من از مهد کودک رو با شما شریک بشم. اینجا خونهاش خیلی قشنگه، حیاتشون مخصوصا من خیلی دوست دارم، میپسندم. بالا دختر گذاشتم مهد کودک. حالا فعلا چالنج برامون دیگه، خیلی نمیمونه مهد کودک و خیلی دوست نداره. تا حالا زبانش قوی بشه و آلمانی بیشتر یاد بگیره، بتونه بیشتر ارتباط برقرار کنه. انشالله که مهد کودک هم بتونه راحت تر تحمل کنه، چون بالاخره بعد از مهد کودک باید وارد مدرسه بشن و همین مهد کودک رفتن باعث میشه که زبانشون تقویت بشه. و یکی از دلایلی که میذاریمش مهد کودک همینه که تو جمع بچه ها و مربیای مهد کودک آلمانی خیلی خوب یاد بگیره. و خداییش هم محیط مهد کودک خیلی محیط خوبیه، مربی خیلی مهربون و دلسوزی دارن. حالا من نمیدونم، شاید همینجا اینجوری نباشه، ولی خب این مهد کودکی که دختر من هست اینجوریه. قطعا بقیه جاها با همینجوری باشه، چون با بچه ها نمیشه جوری دیگه رفتار. این درخت ها حالا با فیلم و گوشی و اینا زیبایشون خیلی نشون داده نمیشه، ولی واقعا قشنگ. ایران ما هم قشنگی کم نداره، ایران ما هم خیلی قشنگه. آدم دلش واقعا برای بعضی مناظر و صحنه ها خیلی تنگ میشه.